حمید. امر قماندان در او جایی است که امر مباح باشه، در جایی که مخالفت شریعت میشه. قماندان، پدر، پاچا، شوهر برای زن، استاد برای شاگرد، کلگی نمی قسم یکسان است، قطعا نمیتونه که اطاعت بکنه. امروز زنا ابروهای خود میچینه، اجازه شوهر است، شوهر مرا گفته. زنا نمقوله میپوشه، مرا شوهرم امر کرده. در هر امری که خلاف شریعت میه اونجا اطاعت شوهر لازم و واجب نیست. اگر اطاعت کردی نعوذ بالله شرک کردی با الله، چرا که همون قسم حکم الله را میپذیری، از مخلوق هم میپذیری. همین قسم اطاعت قماندان، همین قسم اطاعت پاچا، همین قسم اطاعت حاکم، همین قسم اطاعت استاد، هر در معصیت برای کسی اطاعت نمیشه قطعا. چرا؟ به خاطری که امر و فرمان الله مقدم است از امر و فرمان مخلوق الله. چرا او مقدم است؟ یک عسکری ما، مجاهدی ما بیچاره همین گپ یاد نداشت، فقط قماندان امر میکرد، زدن شروع بود و وقت قتل میشد. چقدر خون روزی ها. راستی تا نبگوی شما را به الله قسم، در خانه جنگی ها، در تنظیم جنگی ها مردم زیاد خونش ریخته شد، یا در مقابل دشمن بزرگ شوروی در خانه جنگی ها خیلی زیاد. ندیدیم خانه ها و ایران نشد، دستک باقی نمان، کلکینا کشیده نشد، مکمل یک قریه سر یک قریه حمله میکرد و قریه را میکشید، مکمل چور چپاول میشد، باز زور پیدا میکرد قریه دیگه. در طول تاریخی طور حالتا نشده بود، ولی در این تاریخی ما و شما امی گپا صورت گرفت. این تقاضای اسلام است؟ این تقاضای کتاب الله تبارک و تعالی است؟ چرا؟ علتشی بود که مجاهدی ما یک روزی آیت قرآن نشنید، یک روز هم امی آیت قرآن نشنیده بود و درک نمیکرد که امی جهاد چطور برنامه است. این جهاد خو محض تفنگشان نکردن نیست که هر کس قتل کو، هر کس بزن. مجاهد کسی است متفکر است، مجاهد کسی است قدم خود به احتیاط میمانه، مجاهد پابند فرامین الله تبارک و تعالی حتی در حین جنگ. قرآن این سوره توبه میرسه ان شاء الله، اگر الله خواسته بود در اونجا رسیدیم. در عین جنگ که 101,000 مردید افتاده، تو یک زن کشته نمیتونی، در مقابل یک طفل کشته نمیتونی. اما کسی که از دشمن داخل جنگ نیست او را تو قتل کردن نمیتونی، مسلح کردن نمیتونی. دین اسلام اینطور دین است، حتی در عین جنگ بری تو حدود داره، او حدود باید مراعات بکنی. اینطور خو نیست که ما متضرر شیم دیگه هر چیز که دادم میرویم بیا باید بزنم میشه. نه، افسوس است جهاد ما که با ناکامی میکشه علتش بی علمی است. چی است بگوی؟ بی علمی. ما با جهاد چی نداشتیم؟ آشنایی نداشتیم که جهاد چی را میگه. صحابه یک جماعت کوچک حرکت میکردن، امپراتوری بزرگ میگرفتن، او امپراتوری مبدل به یک قانون اسلام میشد. امروز چرا مسلمان ها هر جا که تصرف میکنن حتی یک حکمت 30 روزه را قایم کرده نمیتونن؟ چرا یک برنامه سالم ندارن؟ فقط یک چیز خو نیست که فقط کل حکمت خلاصه شوه لنگی بزنی. و برادر کل حکمت خلاصه شدن به یک لنگی نیست. حکمت برای خود برنامه های قوی داره، بنیادی داره. یا امروز کل حکمت ما خلاصه شوه نکتایی بزنی، پتلون بپوشانه؟ نه، این نظام نیست. نظام اسلام نظام قوی است، شامل است، کل شعبه ها را. بیایید شریعت مراجعه بکنیم که شریعت چی دستور بر ما میده. این جمع الله میگه ولا تخرجون انفسکم، نفسای خود نکش از من دیارکم، از خانه هایتان دیگار نکشی که وا شما را نکشه. ثم اقررتم، شما هم مردم هستی که اعتراف هم کرده، این برنامه را به زبان خود پذیرفته هم. و انتم تشهدون، و شما خوب علم داره که بله این برنامه قوی الله تبارک و تعالی از ما تعهد و قرارداد گرفت. لیکن مردم چی کردن؟ الله میگه ثم انتم، بعد از همی شما بوده هؤلاء، ای مردم همی شما بوده تقتلون انفسکم که نفسای خود قتل کرده، یعنی برادرایتان قتل کرده. و تخرجون فریقا منکم من دیارهم، شما کشیده از جمع خودتان یک جماعت از خانه هایشان، بی خانه ساخته شد. چرا؟ تظاهرون علیهم بالاثم والعدوان، شما کمک میکنید با یک دیگری خود علیهم در مقابل همون برادرای اسرائیلیتان، بالاثم به گناه کردن، یعنی فعلی که بالکل نامعقول از فاعلش مستحق بدی و زشتی است، والعدوان در حق عباد می تجاوز کردن. شما نه امر فرمان الله را در نظر گرفته و نه حق برادر مسلمان در نظر گرفته،
بلکه بالمقابل قطعی دشمن دست همکاری داده. و یأتوکم مسارع. گپ در کجا بود؟ اوس و خزرج دو قومی بود، اصلا از یک پدر بودن، دو اولاد داشت، هر کدامشان یک خیل شد. در مدینه منوره زندگی میکرد، مشرکین بود. زمانی که یهود آمدن، سیل واردری در مدینه آمدن، به این نیت آمدن که اینجا پیغمبر آخر زمان میآید، ما سرش ایمان میاریم، لشکری از او میگردیم، اما امتیازات و کمالاتی که برای او امت ثابت میشه برای ما ثابت شوه. و به می اوس و خزرج امی مردم خبر هم میدادن که اینطور پیغمبر پیدا میشه. در اینجا سه قوم از اینمی یهود در اونجا در مدینه آباد بودن، یکی بنو قریظه، دیگه بنو نذیر، دیگه بنو قینقاع. بنو قریظه قطع اوس هم دست شدن و بنو نذیر قطع خزرج، یا قسمی شدن، یعنی یکی با دیگه تعهدات کردن. چون که در بین اوس و خزرج جنگا همیشه در میگرفت. از امو خاطر امی دو قوم بنی اسرائیل که الله در کتابشان گفته بود که بنی اسرائیلی را قتل نکنه، از خانش نکشه، چون که یام هم حلیف و قسمی یکی از طایفه ها یا اوس یا خزرج شده بودن، در هنگام جنگ کمک میکردن امو طایفه قسمی خدا. بنو نذیر خزرج کمک میکرد، بنو قریظه اوس کمک میکرد. هنگامی که درگیری شروع میشد در بین اینجا که اوس و خزرج درگیر میشد، قطشان بنو قریظه و بنو نذیر هم درگیر میشدن. مثلا بنو قریظه والا یک فردش بندی میشد، اسیر میشد یا قتل میشد از طرف امی خزرج بنو نذیر. پس اسرائیلی از بین میبرد. و همچنان یا که غالب میشدن یا از خانه ها فرار میدادن، میکشیدن. پس وقتی که جنگ در بین اوس و خزرج صورت میگرفت، در ضمنش دو قوم اسرائیلی که یکیش بنو نذیر یکی بنو قریظه است، یکی دیگر هم قتل میکرد و هم بیرون میکشید. این دو فرمان الله بود، لیکن این مردم سرش عمل نمیکرد. زمانی که برشان گفته میشد چرا این کارا میکنه، والا چی کنیم، ما خود قسمیستیم امرای ازیا، حالی که قسمیستیم خود کشیده نمیتونیم. او برادر، تورات کتابتان خود حکم میکنه که شما در مقابل مسلمان پشتیمان دشمن نشوی. چرا این پشتیبانی را میکنه؟ برادر خود را قتل میده، مثل که امروز هم طور است. در مقابل برادر مسلمان در صف کافر استاد نشو. ای مسلمان، خوب میدانی به الله قسم یک مملکت اسلامی آلی خالی نیست. این قسم حالت ها روان است. دشمن سری مملکت حمله کرده، کمونستا قطعی روسا استاد نبود، اما روسا را همی کمونست ناورد تا امروز جنجال، نفاق، بدبختی، بیامری مکمل از اونجا بر ما سرایت نکرد. امروز که ما زندگی نداریم، اعتماد نداریم، از دست اونمونجا است. اگر امروز مملکت ها علنی میایه سر ما مداخله میکنه، بگوی اصلی دروازه را از اونجا اعلا کردن و آوردن. الله میگه ای برادر مسلمان، در پهلوی کافر استاد نشو، خدا فریب نده. به الله قسم، ای خدا فریب نده، وجدان تا فریب نده، دین تا فریب نده. بدانی که در کجا جای ضرر مسلمان است. تو خوب باید بدانی. به الله قسم، اگر غیرت اسلامی داشته باشی و تو با نیره های کافر باشی و شب حمله میکنی، امو طفل خوپلود مسلمانه امونجا با گریان میاری، امو زن با عفت و با عزت مسلمانه تو میکشی از خانه، در روز قیامت از پیشید الله سوال میکنه. الله از پیشید سوال میکنه. بدانی مسلمان، ولو که هر کس هستی، در هر جای که هستی، مسلمانی که پاره میدانی، وجدان خدا فریب نده، وجدان خدا فریب نده. تو باید غیرت داشته باشی. قرآن توحید میشه، زنی با عفت و با عزتت به عزت میشه. طفل تو مسلمان بم سرش میفته، طفل تو مسلمان، برادری تو مسلمان در زندان توهین میشه، حتی خلاف انسانیت. تو سرش افتخار داری؟ تو افتخارات کمایی کرده ای؟ نه. بدانی که قرآن اینمی بیان برای بنی اسرائیل بیان برای توسته. تو باید همکاری نکنی، خدا فریب نده. قرآن برات میگه. لیکن موضوع دیگه، اگر یک نفر اسیر میشد، باز اوس و خزرج چی میکردن؟ باز پول جمع میکردن. اگر چی بنو قریظه والا بندی بود پیش خزرجا که قطعی بنو نذیر هم حلیف و قسمی بودن، باز بنو نذیریا ما بین خود چنده میکرد، از امو هم حلیفای خود، امو بنی اسرائیلی که از بنو قریظه بود مثلا، او را میگرفتن، از وا آزاد میکرد، پس روان میکرد و میگفتن که ما عمل به کتاب خود میکنیم. چرا؟ ما مامور هستیم. کسی پرسان میکنه چرا این کارا میکنه؟ میگه والا دا کتابی ما را اینمی امر کرده. خویی امرم به انگیزی از این نبود
که از دیانت و صداقت و ایمانداری کار میکرد، به این خاطر بود که با بهانه بندی پول زیاد جمع میکردن کلانا ملکا. باز بعد از او چون که خزرجا خو ام قسمیشان بود، گاهی وقت همو طور مفت اعلام میکرد به خاطر از یاد، چرا که در یک ردیف قرار داشتن، در یک سنگر قرار داشتن، گاهی وقت یک پولی ناچیز میگرفتن لیکن پولی دیگر را در جیب مینداختن. قرآن بر ما میگه و ایاتوکم ساره، اگر بیا برشان کدام اسیر تفادو هم شما خو فدیه میده، فدیه میده، جمع میکنه چنده را فدیه را میده و بندی را خلاص میکنه. و هو شان سخنی است که محرمان حرام کرده شده علیکم بالای شما، اخراجهم کشیدن از خانه ها هم. قتل وقتی که کشیدن حرام است، قتل خو به طریق اولا حرام است، یا قتل یک دفعه صورت میگیره مصیبتی و موقت است، اما کشیدن از خانه این مصیبتی دائمی است، همیشه انسان رنج میبره. از او خاطر الله میگه عجیب است، سه حکم الله براتان گفته، یکیش عملی میکنید دیگرش میگذاره. چرا تبعیض در احکام الله تبارک و تعالی میکنی؟ اول موضوع خباثت یهودا بر اسرائیل که الله بیان میکنه، تبعیض در احکام الله تبارک و تعالی میاره. تبعیض در احکام الله برای عمل این نشان مؤمن نیست، نشان کافر است. این کار باید نکنیم. حکم صادر از یک الله شده، هر حکمی که باشه تو باید برش تسلیم باشی. نگو نماز میپذیری حجاب نمیپذیری، نماز میپذیری سود نمیپذیری، نماز میپذیری زنا را نمیپذیری، خو حج میپذیری زکات میپذیری، خو الله برات گفته دوستی با کافرام نکن، او را نمیپذیری. کدام رقم مؤمن هستی؟ ما بارها ای را گفتیم الله رحم بکنه. اگر وقتی که ملا صاحب در هتل میبره برای نکاح بسته کردن، چرا نکاح را سرش بسته میکنه؟ اگر نکاح بسته نشوه، عقد و ایجاب و قبول نشوه، عقد شرعی نشوه، زنا میشه. زنا خو حرام است او جناب، او حرام است. رقص هم حرام است، اختلاط مرد و زن هم حرام است، قضا کردن نمازا سری مردم ایام حرام است، پول بیجای مصرف کردن ایام حرام است، اسراف ایام حرام است، خودنمایی و سمعت و شهرت طلبی ایام حرام است. چرا یک عمل حرام میگی سرش عمل میکنی، چند حرامای دیگر را یک در نظر نمیگیری؟ چه رقم مؤمن هستی؟ بگو. ببینه الله تبارک و تعالی چون یک عمل قبول داشتن بنی اسرائیل و یکی دیگر انکار میکردن، حتی حرمتش قائل نبودن، حلال میدانستن، از او خاطر الله واره کافر میگه. ما تو کافر نمیشیم. اگر یک حکم الله را قبول کنیم دیگهش حتی نعوذ بالله انتقاد اعتراض هم بکنیم، اتور خواهرها پیدا میشه میگه نه الرجال قوامون علی النساء. ما درس میدادیم یک خواهر خیست گفتی غلط است، قرآن گفت غلط است، نعوذ بالله. ببینید چقدر پیچکاری کرده این دنیای کفر، این زنای مسلمان ما و توره که او یک روز در قرآن ننشسته که قرآن چی میگه، سری آیت قرآن انتقاد میکنه، میگه الرجال قوامون علی النساء غلط است. در پیش خودی ما امی گپ میزنه. چطور حتی انتقاد داره سری حکم اسلام، تو امی طور نیستی؟ سود میگی نه نمیشه، اولی کی را حرام کرده؟ اولی کلی معامله سود است. اگر مؤمن هستی برات بالکل موجود است، اگر مؤمن واقعی باشی. ولا چاره نداریم ما بگیروی هیچ کاری ما نمیشه. چرا نمیشه؟ اگر بالله عقیده داری کارت میشه، اگر نه که بالله عقیده نداری خام کارت نمیشه. در اون صورت باز کی شده میتونه؟ یک موضوع شد تبعیض در احکام الله تبارک و تعالی آوردن. اگر از این نگاه باشه که یکی را قبول داری دیگر نه، کافر هستی، او اگر نه که یکیش عمل میکنی دیگر نه، فاسقی مطلق هستی، نعوذ بالله، دیگه مرتکب گناه کبیره شده ای، او سخت توبه بکش، از این کار دستوردار شو. حکم الله را هر کدامش حکم الله بدار. دوم خباثت یهود در اینجا عمل به احکام الله به انگیزه ایمان نبود، به انگیزه فرمان الله نبود، به انگیزه منفعت شخصی بود. در جایی که منفعت شخصی است سرش عمل بکنیم، در جایی که نیست باز چی بکنیم؟ در یاد امام نباشه. تلویزیون ما هر روز میگه ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، که خدا انفجار نده، حرام است. و جناب تلویزیون یک روز تو ایران بگو این الخمر والمیسر والازلام رجس من والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. امی آیت هم بگذار، امیرم اعلان بکن که قمار، شراب، سری قبرا ذبح کردن، وارا معبود دانستن
و همچنان نعوذ بالله چی بختی حساب تقسیم کردن، تیکتی لاتری تقسیم کردن آیت صریح کتاب الله است. چرا نمیگی؟ آیا به حکم الله به یکیش تسلیم هستی؟ در اونجا منفعتیت است. ترس از جان خود داری که من به امن باشم، من حیث حکم اسلام اعلان میکنی اما دیگه اعلان نمیکنی. چرا اعلان نمیکنی که زنام حرام است؟ چرا اعلان نمیکنی تصویرم حرام است؟ اجازه میدی. چرا اعلان نمیکنی که سود جنگ با الله و رسول الله است و تو اینجا بانکار اجازه میدی؟ چرا؟ تو در تلویزیون خود اعلان بانکای سودی کرده رویستی. قاری صاحبای ما باز میره افتتاحیش میکنه. عجیب نیست؟ در سر مکتب نوشته است طلب العلم فریضة علی کل مسلم. بازمو کلمه موضوعی رم قطش نوشته میکنه و مسلمتن. جناب مدیر مکتب، جناب سرمعلم مکتب، جناب وزارت معارف، چرا دم سر لوحه نوشته نمیکنی که الله تبارک و تعالی میگه قل لازواجک و نساء المؤمنین یدنین من جلابیبهن. بگو به ازواج مطهرات، بگو به زنای مؤمنا که آویزان کنه از جلباب خود. او تو فرمایش میدی که پتلون چسبه بپوش، فقط سیست کرتگکی بالا را بپوش. چرا؟ علی حکم الله تبارک و تعالی. چرا یکیش میگی که منفعتی است دیگر نمیگی؟ ها؟ چرا نمیگی؟ این خو مسئله دولت و مسئله تلویزیونا بود، مسئله افراد است کو، مسئله ما مردم است کو. ما چطور هستیم؟ آیا ما تبعیض در احکام الله نداریم؟ اما حکم که به منفعت ماست او را عملی میکنیم، اگر نیست باز او را عملی نمیکنیم. شما را به الله قسم میالی نظر به نقشه خفتن حنفی از خفتن دیگرا کده 12 دقیقه فرق داره. چند؟ خفتن حنفی با خفتنای دیگه مذاهب 12 دقیقه پسان است. به نزد مذاهب دیگه دینمی روزا ده اشتو 38 دقیقه و امرو 37 دقیقه خفتن داخل میشه. شما ده اشت بجا آزانا را میشنوی یا نمیشنوی؟ میشنوی یا نمیشنوی؟ و ده 15 بالا و 8 و نیم نمازا شرنگس خوانده میشه. شما بگوی که مردم تابع شریعت است یا شریعت تابع خود کرده؟ خب گوش بگیری. عجیب است، آن چیزی که بر منفعتت است سری از او عمل میکنی، باز نمیگی. مردم ما را ملامت میکنه، میگه یا مذهب قبول نداره، از هر مذهب حکم آسانیش گرفته. ما میگیم که از هر مذهب حکم آسان کسی بگوره او زندیق است، او تلفیق میکنه، او آسان طلب است، او نعوذ بالله ملحد است، هیچ در دین او داخل نیست. لیکن تاسف به شماست که آن چیزی که موافق میل و نفستان باشه او را دین میشماره، آن چیزی که خلاف باشه باز او را دین نمیشماره. فاتحه‌گیری را در مسجد ای را فقط دین میشماره. چرا؟ مطابق نفستان است. در رادیو اعلان میشه فلانی کاکا و سی منصبش که فلانی دور و دراز اعلان میکنی، 1 ساعت برنامه اعلان فاتحه‌گیریت نمیشه. تو را به الله قسم امی قسم اعلان پیغمبر منع کرده یا نه؟ تو حدیث پیغمبر را بخوان که توری اعلانات چیست؟ امی طور فاتحه‌گیری را در مذهب حنفی کشیده میتونی عالم و حنفی، عالم حنفی، چرا مذهبی تا نامبد میکنی؟ بکش برام که امی طور فاتحه‌گیری باشه. خب کجاست همی دین؟ چرا ما اینطور هستیم؟ و آن چیزی که مخالف میلت باشه بس دیگه. اگر من در سر منبر برایم دروغ و درم شروع کنم واهیات بگویم که خو دیدم فلان زیارت که برادر خو دیدم که لشکر پیدا شد که می زیارت خیز که زد کلاهش پران، خو دیدم، باز میگه هیچ ولی بزرگ است، هر حاجت پورا کده میتونه. باز دیگه من مولای مذهبیستم، دوستای مرا بوسه میکنی، اقا احترام میکنی به خاطری که مطابق میل سخن گفتم. اگر من خیستم گفتم که غیر از الله نه ولی نه پیغمبر نه کسی را شفا داده میتونه، نه مشکلی کسی را حل میتونه، باز دیگه چیسته؟ بوی مخالفت شروع میکنی. چرا؟ مطابق میلت نیست، پشتی سر میآید. پیغمبرا که آمده همیشه دعوتشان مخالف میل مردم است. مردم یک چیز میخواه، پیغمبر دیگه چیز میخواه، هیچ وقت موافق نمی باشه. تو از او خاطر اعراض میکنی، نمیپذیری. اگر من مطابق میل تو بگویم باز دیگه خوب ملاستم، باز خوب قبول داری. قرآن کریم ما را درس میده که نکنی.
اگر عمل به احکام الله میشه به انگیزه ایمانداری شوه، به انگیزه اخلاص و صداقتمندی به الله شوه. اگر یکی دوم تبعیض در بین احکام الله نشوه. قرآن اینجا بر ما میگه افتؤمنون ببعض الکتاب، آیا شما عقیده داره به بعض کتاب، و تکفرون ببعض، کفر می ورزی به بعض کتاب. فرق در بین مؤمن و کافر، مؤمن همو کسی است که انگیزی عملش باعث عملش همیشه فرمان الله تبارک و تعالی می باشه، به این خاطر که حکم الله است و سرش عمل میکنه، ولو که مخالف طبیعتش باشه، ولو که سرش سخت تمام میشه. امروز روزه موافق طبیعت است یا مخالف طبیعت؟ سخت است یا آسان؟ لیکن فرمان الله را مقدم میشماره، منی را مؤمن میگه. اما کافر هیچ وقت با مطابق فرمان الله عمل نمیکنه، بلکه منافع شخصی همیشه مورد نظرش است. اگر منافع شخصی ده یک چیز بود را سرش عمل میکنه، اگر نبود نه. یکی اشاره به این میکنه که بله، اگر یک مؤمن زمان پیشرفت میکنه یک جامعه مسلمان که همه منافع شخصی، تمام منافع شخصی را قربانی چی خود بسازه؟ دین خود بسازه، برقراری حکم الله بسازه، اون وقت بازو جامعه کامیاب میشه. فما جزاء من یفعل، چیست جزای او کسی که میکنه ذالک ای ترکارا، تبعیض در بین احکام الله قائل میشه یا عمل منافع شخصی انجام میده، منکم از شما. چیست جزایش؟ نیست جزایش الا خزیون، بجز از رسوایی فی الحیات الدنیا، در زندگی دنیا. تحقق یافته وعده الله یا نیافته؟ تحقق یافته. امروز مسلمان در هر سرزمین ذلیل است یا عزتمند؟ ذلیل است، زیر فرمان روایی حکومت‌های کفری قرار داره. امروز اختیارات ممالک اسلامی داره؟ نداره. تا که اجازه از بادار خود نگیره یک فرمان نافذ کرده نمیتونه، قطعا نمیتونه. چرا؟ مسلمان گرفت در بین احکام الله تبعیض قائل شد و مسلمان سر احکام الله به انگیزه ایمان به الله عمل نکردن، منافع خود دیده گرفتن. این رقم این خو رسوایی دنیاست. و یوم القیامت، در روز قیامت، یردون بازگردانیده میشوند الی اشد العذاب، سختترین عذاب. از این دنیا کدام سخت عذاب؟ خب باز الله چی میفرما؟ ای مومن در هر گوشه که زندگی میکنی، اگرچه تو کسی از پیشت خبر نداره که این عمله به خاطر کدام نیت تو اراده میکنی، و ما الله نیست الله متعال بغافل بخبر عما تعملون، از آن چیزی که شما میکنی، هر کدامتان که عمل میکنه الله خبر داره. در ظاهر خو مولای صاحب تو خدا وانمود میکنی دلسوز و میگی که من به خاطر رضای الله کار میکنم، الله از قلب داگاست. پس وقتی من میتور هستم، جناب اسکر، جناب معلم، جناب دفتردار، جناب وزیر، جناب وکیل، به الله قسم قدم قدمی الله میشناسه که به خاطر کدام نیت و اراده قدمی بالا میکنی و سخن در زبان میرانی. چه رقم سخن میگی؟ الله اکبر. انسانی که عقیده به الله داشته باشه باز میتونه مخالفت بکنه. اولئک الذین، کدام مردم است؟ یا کدام مردم است؟ کدام طایفه است؟ الله اعلان میکنه اولئک، این مردما که موصوف به این صفت است که در نظام الله تبعیض قائل است. این مردما به نظام الله عمل نمیکنه از روی ایمانداری، بلکه منافع خود در نظر میگیره. کدام مردم است؟ الذین، هم مردمایی است اشتروا الحیات الدنیا، که خریدن زندگی دنیا را، بالآخرت، در مقابل آخرت. اموری که سبب نجات آخرتشان میشد او را پایمال کردن، در مقابل عزتمندی دنیا را گرفتن. خود چند روز است این عزتمندی؟ برو امروز تو پاچا شدی، برو امروز تو وزیر، خیلی ملک و دارایی زیاد شد، کاروانای تجارتی در طرف روان است. به الله قسم روز فرا میرسه که در تشناب نفست برایه، کلمه طیبه هم در زبانت نبیه. ظاهر شاخان بود در اینجا، بود یا نبود؟ در هر جای جاهای تفریحی داشت، سیر و سفرها میکرد. امروز کجاست؟ نامیشه کسی میگیره، نامیشه. او مومن چرا فریب میخوری به این زرق و برقی؟ نعوذ بالله خیلی فانی دنیا. این چند روزه کشفش، الا موتر شیشه سیاسته و الا بادیگارد است، الا راه ها را کوچه ها را بند کنی که فلانی خان تیر میشه. مردم یک ساعت عرق سرشان میه، موترها چالان استاد میباشه، فلانی خان میه.
به الله قسم روزی فرا برسه که تنها بمانی در قبر، تنها احد قطت نباشه، به الله خود جواب میگی. بدان مومن، اگر مومن هستی عقیدت بعد همی طور باشه. قرآن تو را همی طور میگه، همی طور میگه این زرق برق دنیا چند روز است. اولئک الذین، ای مردمایی هستند اشتروا الحیات الدنیا که خریدن زندگی دنیا را بالآخرت، در مقابل آخرت. الله بری تو مال، برای تو قوت، برای تو اعضا، برایت منصب و مرتبه داده بود که توسط از یا آخرت برای خود بخر، لیکن تو بالمقابل نعوذ بالله دنیا را خریدی، آخرت پایمال کردی. انسان باید خیلی بیدار باشه، نکنه در عمر زندگی خود آن چیزی که آخرت خریده میشه او را بخره. فلا یخفف عنهم العذاب، سبک کردن نمیشه تو از این طور مردم عذاب در قیامت. ولا هم ینصرون، نه از کدام جهت هم رایشان کمک کرده میشه. کمک ها خلاص است. چرا؟ راه های کمک ها را خودش در دنیا سری خود بند کرده بود، مکمل عقیده خود خراب کرده بود، عمل خود خراب کرده بود، سری خود کرده بود.